پشیمون شدی؟ اگه موهایت مثل پختم سفید باشه، اگه یک دندان ددان تام نداشته باشی، تا آخر عمر خود عاشقت می باشم. باید آماده شوی، من بسیار زیاد کار دارم. صبر کن، بیا اینجا بشی، برات کمک میکنم. قرار نبود موهایت جوتی کنی؟ اما درست است، من کمکت میکنم. تو اجازه بده؟ هنوز خوب، تو برم یاد بده. حالا دیگه بسیار آسان است. اول ایره بگی، بعد از ایره حلقه میزنی، یعنی همه قسم ادامه میدی. درست است. اجازه بده دیگه شما چوتی میکنم. باش داشته که مویمه برد بید. لازم نیست. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоем. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. پیش ما است. حتی بهترینش برات دارم. ای چی است؟ فراموش کردی؟ ایره در قریه برم داده بودی. وقت پیش دروازه برم غذا آورده بودی، ایران برم آورده بودی، یادت است؟ تا حالا نگاهش کردی؟ البته که نگاهش کردیم. هر چیزی که مربوط تو میشه را نگاه کردیم. جنگای تا، دوستی های تا، لبخندهای زیبایی تا، عشق های تا. با یاد داری وقتی ایره برم داده بودی گفتی به کسی بده که عاشقش هستی؟ من به کسی میتونم که دوستش دارم و عاشقش هستم. این مزاحم دیگه دی وقت از کجا شد؟ برو ببین. اگر دام باشه او را از بین میبره. لطفاً دنیز برش چیزی نگو. چای دم میکنیم با هم مینوشیم. درست است. تو لباسایت تبدیل کن. درست است. من خودم برش چای دم میکنم. یک دقیقه ما را تنها نمیمانین؟ مادر؟ معذرت میخواییم بچیم، مزاحمتان شدیم ماما. خوش آمدین پدر. خوش باشی بچیم. بیبی سنجر، بچه ما خانه خود بسیار خوب آماده کرده. عروس ما کجاست؟ مادرمشان آمدن. خوش آمدین. پدرت میخواید درباره یک چیز مهم هم راید گپ بزن. مادر، بعد از آمدن گپ میزنیم. چرا عجله داریم؟ بله عجله داریم. عجله داریم به خاطر که ازدواج یک ازدواج معمولی نیست. تو یک نظامی هستی اما
با این خاطر عجله داریم. پدر قبلا در این مورد گپ زدیم، دوباره نیاز نیست. قبل از گپ زدن تو گفتی عروسی میکنم، عروسی کردی، اما حالا باید گپ بزنیم. همگی باید کار خود بفهم. درست است پدر، گپ میزنیم. میخوایم امرای تنها گپ بزنم، فقط پدر و بچه. تو لباسایت آماده کردی؟ تا هنوز آماده نکردی. درست است، پس برو آماده کن. بیا که در بالکن بریم. گفتی آماده هستم هر نوع مشکل تحمل کنم، همونطور نیست؟ باید شروع کنیم. هیچ کس نباید تو را همراهی او دختر ببینه. هیچ کس نباید بفهمه که تو ازدواج کردی. میخوایم بفهمم بچه ما چی جادو کردی؟ تعویض نوشتی یا جادو کردیش؟ تو در این کارا بسیار مهارت داری، به خاطر که دختر ملای تعویض نویس هستی. فکر میکنی از خود ساختن بچیم اقدر کار ساده است؟ بدون آوردن جز در خانه آماده زندگی میکنی. خدا میفهمه که بچه ساده ما چه قسم جادو کردی. ما هیچ کار نکردیم، فقط عاشق شدیم. دینیز هم عاشق شده. او فقط میخواست که تو را بدون چادر ببینه دختر. مثل طفلای خورد زد کرد، گفت میخوایم امرایش عروسی کنم و عروسی کرد. در طفلیت هم همه قسم بود، همیشه چیزی را که میخواست به دست می آورد، اما وقتی که ازش خسته میشد مادر گفته دوباره پیش ما می آمد. ای بارم امو قسم خواد کرد. حتی در این خانه یک جای داخل نمیشین، درست است؟ حتی لباس نظامی خود در موتر تبدیل میکنی. پدر شما متوجه هستین که چی میگن؟ این کارتان اصلا امکان نداره. ازدواج یک نظامی با یک چادر پشت امکان داره، اما گپای ما امکان نداره. اما تو نیست؟ طرف ما ببین نیست. تو متوجه هستی که چقدر یک کار خطرناک انجام دادی؟ متوجه هستی اگر کسی درباره تو شک کنه چی حادثه رخ میده؟ خبرداری که تباه میشی؟ هر چی شوه قبول میکنیم، هر حادثه ای که شوه مبارزه میکنیم. مبارزه کردن میتونی، اما تو نیست. وقتی از گشنگی بمری بازمی دختر عاشقت میباشه، از وظیفه اخراج میشی، احترامت از بین میره، رسوا میشی. چرا نمیفهمی؟ تو آدم مرگ لیف مرا دوست خود داشت، ما هم از لیف منصرف نمیشم. تا آخرین نفس خود ما به یک دیگه خود وعده دادیم. وعده کردین اما تو نیست؟ پس ما چی میشیم؟ یعنی ما و مادرت، ما خانوادت نیستیم؟ این لیفه پیدا کردی، ما را فراموش کردی، همین رو میخوای بگویی؟ چوری قسم فکر میکنین پدر؟ شما را فراموش کردن نمیتونم. وقتی فراموش نمیکنی پس به گپای ما گوش بده. به هیچ وجه نباید اعتبار مرا زیر پای کنی بچم. همیشه برات کمک کردیم، نخواستم شرمنده شوی، اما تو هم از خوبی ما استفاده نکن. درست هستی نیست؟ درست است؟ درست است؟ امکان داره آمادگی هر مشکل داشته باشی، اما ما و مادرت مجبور نیستیم که جزای کارهای تو را ببینیم. بیبی ما در این ملک زحمت کشیدیم، زندگی خدا وقف کردیم، احترام دارم، همه چیز نمیتونم به خاطر تو از دست بتم. فهمیدی بچم؟ اگه مردم از این گپ خبر شو من میمرم. فهمیدی؟ میمرم. طرف مردم سیل کردن نمیتونم. فهمیده شد؟ پدر من چطور میتونم این گپا به لیف بگویم؟ فکر میکنم من از او میشرمم. فکر نکو بچم، فکر نکو، فکر نکو. گفتی خانومت فداکار است، گفتی تو را درک میکنه، گفتی آماده است به خاطر تو هر کاری را انجام بده. یک بار امتحانش کو، ثابت بساز که چقدر دوستت داره. تو مشنوی اما تو نیست. از امیاله بجانه هم دیگه هفتیدن. به خاطر کی جنگ میکنن؟ به خاطر تو. اما دینیز میفهمه. بیازو ما را بسیار زیاد دوست داره.
اگه 2 روز از ما دور باشه روز سوم از عصبانیت مریض میشه. بچه ما خانواده خود با این چیز مبادله نمیکنه. با تو خواه هیچ وقت. خانم تاماده است. ایلیف زیاد تیزکار است ماشالله. حالا میتونین با مایی حسل برین. گپای مرا هیچ وقت فراموش نکن. وقت خوش داشته باشی. زنده باشین مادر. خداحافظ. سفر خوش. پدرت برای چی گفت؟ هیچ، فقط کمی با هم گپ زدیم. مادرم برات چی گفت؟ مادرت پرسید که به چیز ضرورت دارین یا نه؟ الیف، ما بدون هم دیگه به هیچ کسی ضرورت نداره. میره خب میفهمی. چی شدم رای دختر گپ زدی؟ تشویش نکن، او را خوب ترساندم. در موتر بشی گپ میزنیم. تو چی کردی سنجر؟ ما دنیز متوجه ساختم. فکرش کمی مغشوش شد. نمیفهمید که چی بگه. چرا؟ چون با خانمش بیرون رفتن نمید. تصمیم داره چکرام بزنه. اگر در اختیار بچه احمقی ما باشه او را بالای چشمای خود آی جای بلی می‌ده. از خدا سنجره قسم نگو. از عصبانیت زیاد کمان دقلم از دست بتم. بیبی شنایی وقتی اعصاب خرابی و جگرخونی نیست. باید یک کاری کنی که مانع او دختر شوی. اگر دنیز عذرم کنه هیچ جای امرایش نره. درست است، تو تشویش نکن، ما این کار حل میکنم. از قرارگاه زنگ زدن. بله. چی؟ چه وقت؟ درست است همیالی میاییم. چی شده؟ جنرال قدرت مسموم کردن. چی؟ از بین رفته؟ به شفاخانه انتقالش دادن. در دنیا چی گپا میشه ما مصروف چی هستیم؟ بیادر تو با کدام روی اینجا آمدی؟ ما به گپ زدن آمدیم. به ابراهیم اعتراف کردی، گناه خدا قبول کردی نه؟ گفتی دخترتان برتان نشان میتم. بازم دروغ گفته. تو هم با او دروغا باور کردی ها؟ درست است، من دروغ میگم، ابراهیم هم دروغ میگه، اما او قابلت در به سر مرگم دروغ میگه. او زن در آخرین لحظه مرا خواست. فقط از وجدان میتونه کسی را به این کار وادار بسازه. بیا از او احمق طرف داری میکنی اما تا نیست؟ درست است، هرچی میخواین انجام بتین. چطور یعنی؟ معلوم دار است دخترتان ما گرفتیم، شما را ما از هم دیگه جدا ساختیم ها؟ خوب است، برم جزا بتین. وقتی قسم فکر میکنین درست است انجام بتین. ما آماده هستم که جزای خدا ببینم، اما شما تحمل کده میتونین خواهر. بیادر بیبی تو یک اشتباه بزرگ مرتکب میشی. هنوزم نفهمیدین قدرت کارای عذر نمیکنه، قدرت کارای معامله نمیکنه، قدرت کارای رحم نمیخواه خانم را نه. حالا برو گم شو. سنم او چی شوه؟ با او احمقم بگو هرچی میخواه انجام بده، البته اگر جرأتش داشته باشه.
بیبی دخترم، من همراه تو کدام مشکل ندارم. مشکل من همراه پدرت است. اولادم ازم گرفت، او دخترم ازم گرفت. پس مقصری من نیستم. لطفا مرا رها کنی. تو را رها کردن نمیتونم. اگه این کار کنم پدرت نشانی دخترم برم نمیگه. یگانه راه حل من تو هستی. اگه نگویی چی میکنه باز مرا از بین میبره. کل چیز مربوط پدرت میشه. اگه خواسته باشه تو را نجات میده، اگه خواسته باشه میمانه که تو را از بین ببرم. تو چطور؟ دخترم، ما یک بار تصمیم گرفتیم. ما دختر خودم میخوایم. این کار به پدرت میمانی یا خودت به خاطر نجات خود اقدام میکنی. انتخاب به دست خودت است. چه قسم؟ هیچ چیز نمیفهمی نه؟ با تو وعده میتم اگه چیزایی را که میفهمی برم بگویی به تار محیطم ضرر نمیرسانم. تو را آزاد میسازم، میمانم که خانه بری. با ما یک سر نخ بده. درباره دخترم یک سر نخ بتی کافی است. سرنخ میخوایم. بگی یان سرنخ، هر کاری که میکنی بکن. تو و پدرت به خاطر این غرورتان یک روز تباه خواهد شده. کلکنا رو بسته کردی؟ بسته کردم. همه قسم میرفتیم خوب بود. اطفال پیش روی ما رو میگیرن ایلیف. حوصله ندارم. میشه تو هم کمکم کنی؟ درست از خودت میفهمی. یه آیسته هم رو بکن. مبارک باشه جوانا. بسیار زیاد تشکر. ایلیف دیر میشه، بیا که بریم عزیزم. آی وقت خوشبرتان میخوایم. روز بخیر. بیا دیگه. بالا شده مادر. بیادرم زد میکنه. ابراهیم تصمیم خدا گرفته. در اینجا تو خاموش هستی. خانم بیادر، بیا که ما دو مادر این مشکل حل بسازیم. ها اگر نه فقط دخترای ما در بند ضرر میبینن. بیا تا به خاطر اولادای خود معامله کنیم. ما چیزا رو نمیفهمم رنا. تو دروغ میگی. ایره هر دوی ما خوب میفهمیم. لطفاً بگو خانم بیادر، هر چی میفهمی برام بگو. بگو تمام یک راه نجات سنما پیدا کرده بتانم. اگر لازم شد به ابراهیم دروغ میگم، فریبش میتم. کافیست که به ما یک سرنخ نشان بدی. نمیتونم رنا. دیگه بالای من فشار نیار. خواهش میکنم رنا.
نه از بیادرم و نه از تو. از هر دویتان خیر نیست. ابراهیم، چی شد؟ عقل بیادرت به سرش آمد یا نه؟ با گذشت زمان بیشتر شبیه بیادرم میشی. تو هیچ وجدان نداری ابراهیم؟ رانا، حال توی گپا رو بان. فقط برم بگو که بیادرت چی گفت. از گفته‌های خود منکر است. چی؟ چطور میتونه منکر شوه؟ چطور این کار میکنه؟ با ما وعده داد. با ما گفت دخترت برات میتم. اما او حال خود قبول نمیکنه. این قسم است. بیادرت از مرگ برگشت. حال چیز قابل ترس نیست. ابراهیم انسان با وجدان است. در هیچ صورت به دخترش ضرر نمیرسانه. همین قسم است نه؟ همه تو فکر میکنه؟ ابراهیم لطفاً به گپ ما گوش کن. رانا، دیگه به گپ کسی گوش نمیکنم. بیادرت پیشت است؟ نه خیر، من بیرون هستم. رانا، دروغ نگو. من میفهمم که پیش بیادرت هستی. موبایل با بیادرت بده. ابراهیم، رانا گوش کن، چیزی که من میگم همون کار کن. میخوای همراه بیادرم گپ بزنم؟ ابراهیم است. میخوای همراه تو گپ بزنم؟ بالاخره تسلیم شد. بله، چی شد وکیل صاحب؟ فهمیدی که کار کردن نمیتونی اما تو نیست؟ فهمیدم. بله فهمیدم جنرال صاحب. حال تو هم بفهم. با گوشهای خود بشنو. چی میکنی؟ او صدای سنم هست. سنم، توی قسم خواستی. قاتل! بار دیگه ای مرمی به پیشانی دخترت میخوره. میگی همراهش گپ بزن. بله، پدر من از دست یادم نجات بده. درست از دخترم. آرام باش، صبر داشته باش. بس است. پدر! صدایش شنیدی قدرت؟ زنده است. من خب برات گفته بودم او بازی نمیکنه. به نظر خود فکر میکنه که مرا میترسانه. هنوزم چوب هستی. وقت دخترت از بین بره باور میکنی؟ بیرون شو. بیرون شو. توم، عجله کنید. جنرال صاحب، ما را تنها بانین. بیرون شوین. کسی که در قصه اولاد خود نباشه در قصه دیگرها خود هرگز نیست. بیرون شوین. فکر کنم کاملا سر وقت رسیدم.
ما نا وقت خبر شدیم. خوب شد به خیر گذشت. میخوایی معامله کنی؟ من قبول دارم. تو جدی هستی خانم بیادر؟ آماده استم که به خاطر دخترم هر کاری را کنم. اگر لازم شود مقابل قدرتام ایستادگی میکنم. کافیست که دخترم برم بیاری رهنا جان. به تو وعده میتم خانم بیادر. یک راه حل پیدا کرده سنم حتما برات میارم. باید هرچی عاجل موضوع انتقال بیادرت حل کنه. امکان داره بیادرت سرم شک کنه. درست است؟ Bugün seni alsam yarim taksam koluma Hani bir oyundu masum uçursam aşka Martılar köpük köpük kaçırsın seni سلام ما امروز با ماه اصل ثبت نام کرده بودیم آقا دینیز هستین بله. اتاقتان آماده است محترم شما ای فرم خانه پوری کنین ما هم ثبت نامتان انجام میتون میشه نکاحتتان بدین به تو داده بودم. درست است دموتر ماندم من میرم که بیارمش طرف کی سیل داری؟ طرف او آدم همکار ما است. او هم نظامی است؟ یک مدت با هم کار کردیم. او وقت استخبارات بودم. چرا بر سلام ندادی؟ در قصهش نباشه هیچ خوشش ندارم. معذرت میخوایم که منتظر ماندین. مهم نیست. بفرمایید کلید اتاقتان وقت خوش داشته باشید. تشکر میکنم. taksam koluma Hani bir oyundu masum uçursam aşka Martılar köpük köpük kaçırsın seni Rüzgarlar bulut bulut Of of getirsin bana İstanbul şahit olsun seni sevdiğime İstanbul şahit olsun beni sevdiğine Serseri desinler bize İstanbul şahit olsun seni sevdiğime İstanbul şahit olsun beni sevdiğine چقدر اتاق مقبول است. تمامش به خاطر تو است. Desinler bize Serseri desinler bize Serseri desinler bize خب خوشت آمد؟ من میفهمم که تو چرا قدر ناز میکنی الیف. میخوای برات یک تحفه به تمام تو نیست؟ اصلا ده باره فکر نکردیم.
شاید تو فکر نکردی اما ما فکر کردیم. دنیز هیچ ضرور نبود که ایره بخری، بیازو زیاد خریدیم. این خواهی چیزی نیست. من حتی آماده هستم که دنیا رو برات بخرم عزیزم. میخوایم خدا فدایت کنم. هوش کنی، دیگه تکرار نکنی. اما از تو یک خواهش دارم. من قلب خدا برات دادم. هیچ وقت نشکنانیش، فهمیدی؟ من زود پس میام جانم. این میز به خاطر شما آماده ساختیم. تشکر میکنم. خواهش میکنم. بسیار زیاد تشکر. بفرمایین آقا. گوش نشدی؟ بسیار کم. چی میخوری؟ میبینم. معلوم میشه غذای شام بسیار خوشمزه باشه. بسیار یک جای عالی است. بله خوب شد که آمدیم. خوش هستی؟ بسیار زیاد. باید بهتون همیشه خوش نگاهت کنم ایلیف. اجازه نمیتم که هیچ کسی ما را جگرخون بسازه. جنرال صاحب، آمادگی کنفرانس مطبوعاتی را بگیرین. بعدانم به ابراهیم احمق زنگ بزنین. جنرال صاحب، یعنی خواسته او را قبول میکنین؟ دخترش برش میتین، درست گفتم؟ بله، دختر پدر به هم میرسانم. جنرال صاحب، حتما شما بهتر میفهمین، اما با این تصمیمتان مخالف هستم. خودتان میفهمین. با نظر شما بعد از او خاموش خاتمان؟ اگه از دست ما کدام کار میبریم بگوین تا این مشکل حل بسازم. جنرال صاحب، هر مشکلی که در بین ما است کوشش کنیم که حل شود. جنرال صاحب، ما درباره کل چیز فکر کردیم. جنرال صاحب، عجله کنین، هرچی که براتان گفتم انجام بدین. جنرال صاحب، اگه او قانع نشه؟ توبه، پس قانعش بسازین. هرچی که میخواه برش بتین، کافیست که اونجا بیاین. امرتان بجا میشه. جنرال صاحب، لباس ما برم بتین لطفا. با چشم جنرال صاحب، اما دکتر گفته نباید خسته شوین. ما اینجا با عنوان یک مریض نیستم. ما به مثل اردوی ترک هستم. جنرال صاحب، هر چی که میگم امور انجام بتین. درست است جنرال صاحب. دستتان بتین. ببینین، کاملا سر پای استاد هستم. من دیگه میرم. همراه ابراهیم گپ زدم. او را به گپ زدن قانع ساختم. راست میگی؟ ابراهیم آدم بد نیست، یک انسان مهربان است. اگه برم همراهش گپ بزنم گپ من رد نمیکنه. رنا جان، خواهش میکنم دخترم گرفته بیار. میارم برات. اگه تو مثل بیادرم منصرف شوی باز چطور میتونم سرت باور کنم؟ رقیه،
دیگه کی است؟ خانمه که از همه چیز خبر داره. اما اول باید کار مرا انجام بدی، سنم نجات بدی. خانمی جان، از وقتی که ما آمده متوجه هستم شما کدام مشکل دارین، اما اگه از دست ما کدام کار ساخته باشه بگوین. نه خانومی خیلی جان، چند دقیقه بعد کنفرانس خبری دایر میشه. جنرال قدرت خواستن که شما اشتراک کنین. اگه خواسته باشین آماده شوید. درست است. پس شما به من دقیقه وقت بدین. بفرمایین. چیه پس سنجر؟ سنم دیده نمیشه. از صبح تا حال امرای نانی خود پس پسک میکنه، اما ما هیچ چیز نفهمیدم. شینایی، سنم اختطاف شده. اورام کی اختطاف کرده؟ حد زده میتونی؟ وکیل ابراهیم اختطافش کرده. او به سنم چی غرض داره؟ ای دیگه چه قسم سوالت؟ چرا نمیفهمی؟ به مقابل دخترش از قدرتکارای دختر خودم میخواید. ایلیفا میخواید؟ بله. بدتر از اینکه جنرال قدرت آماده معامله است نمیفهمم چی کنم. اگه ایلیفا حاضر کنم فهمیده میشه که امرای دنیز ازدواج کرده. با این مشکل وکیل ابراهیم و خانم رعنام، حتی جنرال قدرت همگی از عروسیشان خبر میشن. چرا متوجه نیستی؟ ما تباه میشیم. چی کنیم سنجر؟ مام کوشش دارم که یک کار کنم، اما جنرال قدرت منصرف ساخته نمیتونم. حالی بر قیمتی که میشه با دنیز زنگ بزن، یک بهانه پیدا کن، هرچی عاجل باید از او هتل بیرون شود. درست است؟ زود شده دیگه. کاش به سهیلای شنم خبر میدادیم. نه خیر هوش کنی به کسی خبر نتی. اگر اردام نشانی ما را پیدا کنه همین از دخترها رو گرفته اینجا میاین. درست است بیاین دیگه. نه خیر جانم، در کجا دیدی که امروی خانواده خود به ما اصل رفته باشه؟ به هیچ کسی خبر نمیتیم، حتی ما موبایل ما خاموش کردیم. زود غذایت بخور که بریم قایق سواری کنیم. دی وقت شب؟ نه خیر من میترسم. قماندانم رایت است. از چی میترسی؟ محافظ شخصیت. شماره‌ای را که شما دایر کرده اید در دسترس نمی باشد. آه دنیز، آه بچیم، کاش که بفهمی که در چه قسم یک خطر قرار داری. بفرمایین. چی شد؟ امرای دنیز گپ زدی؟ موافق نشدم. چند بار برش زنگ زدم اما موبایلش خاموش است. برش پیام روان کو. تا ختم مصاحبه باید این موضوع حل شود. زود شو. حتما تولد یکیشان است. طرفم هم میآید. بفرمایین آقا. توفه هتل ما به زوجهای جدید است. تشکر میکنم. خواهش میکنم آقا. این قماندان است. این کار شبیه بی توبه. چی شده؟ چرا اینقدر متعجب شدی؟ او خانم کم را ششته نمیبینی؟ چادر پوش است. چی فرق میکنه؟ بی جانم، پدری یادم جنرال است. با شورشیا مبارزه میکنن. در صورتی که پدرش تو یک آدم است، اما میبینیم که قلعه از داخل تخریب شده. بسیار زیاد خوش آمدین. بسیار وقت است که درباره خطر جدی شورش‌ها بر رسانه‌ها بیان میکنم دوستا. متاسفانه که
یک بار دیگه گپای ما با یک تجربه دردناک ثابت شد. مسئول این وضعیت یک قماندان اخراج شده از اردوی ملی است. نام و قماندان ذکر کرده میتونین؟ البته شاهین بویوک. ما هیچ از او ترس ندارم. فکر نمیکنم که به خاطر موضوع شخصی این کار انجام داده باشه. بزرگای شورشیا از این قسم اشخاص به مسئولیت استفاده میکنن. اونا صدا و هزاران نفر هستند. تا زمانی که اردو را از دست این خائنا پاک نسازیم به مبارزه ادامه میدیم. قبل از اینکه دیر شه باید بره. کمری عکاسی پیشت هست؟ چی شده در کنار سایل عکس میگیریم؟ حالا نه، اول عکسای زوج جوانه میگیریم، بعدا از خودمان. درست است. بله؟ ابراهیم آمد؟ نه خیر، تا هنوز نامدم. منتظر هستم. چند دقیقه بعد میرسم. رنا، تمام چیزایی را که میفهمم برات میگم. کافیست که دخترم برام بیاری. بله ما جنرال سنجر هستم. برات زنگ زدم که سلام جنرال قدرت برسون. خب خودش جرأت کردن نتانست. از تو کمک خواسته، گرچه حقیقت داره. او دست خدا کثیف نمیسازه. حتما یک مهره پیدا میکنه. گوش که احمق، حدت بشناس. خواستی معامله کنی، ما به خاطر شما میان جگری میکنم، اما اگر نمیخوای دخترت ببینی موضوع جداست. چی؟ تو چی گفتی؟ میخوای دخترت ببینی؟ البته که میخوایم. خوب است. جنرال قدرت با تو یک لطف میکنه. میخوای امرایت معامله کنه. دخترت برات نشان میده. چرا بالای تو باور کنم؟ درست است. پس چیزی به گفتن نمیمانه. موبایلت قطع میکنه. کجا باید بیایم؟ حاله برات یک آدرس هم میگم. با اونجا میایی. تو سنم بر ما میتی و ما دخترت برات میتیم. گوش کو چی میگم. ما به خودش گفتم بار دیگه دیدم نمیفتم. هر وقت که دخترم دیدم با سنم تسلیم میکنم. پس بالای ما تو چه قسم اعتماد میکنی؟ اگه بعد از دیدن دختر سنم به ما تسلیم نکردی باز چی؟ فکر میکنم مرا با جنرال خود اشتباهی گرفتی. ما همیشه به وعده های خود وفا کردیم. او ایره خوب میفهمه. اول دخترم بعدن سنم. ایره قبول دارین؟ جنرال صاحب، این خطر قبول کردن نمیتونیم، چون او آدم قابل اعتماد نیست. او دختر کنار مانده سنم نجات میتیم. جنرال صاحب، ما میفهمم که چی کنم. ادامه بدین. امرتان بجا میشه. درست است وکیل، قبول داریم. فردا ساعت 4 بعد از ظهر با تفریحگاه جوانان بیایید. در ضمن در این باره به هیچ کسی نمیگین، مخصوصا به خانم رنا. اگر کوشش کنین یک کلمه برش بگوین باز معامله ما از بین میره. درست است؟ درست است. ما اونجا میایم. جنرال صاحب، نقشتان بسیار ساده نیست؟ به بهانه دادن دختر او را میخواهیم و از بین میبریم؟ یعنی دخترش برش نشان نمیتیم؟ ما یک آدم صادق هستم جنرال صاحب. وقتی گفتم دخترش میتم، این کار انجام میتم. جنرال صاحب، نمیخوایم از حد خود بگذرم، اما
او دختر با زور میارین؟ یعنی او دختر از این وضعیت خبر نداره؟ این مشکل شما حل بسازین. من؟ بله شما. او دختر با اونجا میارین، هرچی میخواین انجام بدین. امرتان با جا میشه جناب. فعلا رفته میتونین. شماره را که دایر کردید خاموش می باشد. بعد شنیدن بی پیامتان بگذارید. نکو ابراهیم، این کار در حق من انجام نده. بله. چی کردی؟ سنمه پیدا کرده تو نیستی؟ ابراهیم نامد خانم بیادر. موبایل خدا خاموش کرده، جواب نمیده. تو همراه مرش خندی میکنی؟ به ما یک وعده داده بودی، همراه تو یک معامله کردیم. همیال سنمه برم پیدا میکنی، همیاله. خانومی جا؟ جواب بده ابراهیم، جواب بده. تباه شدیم شینایی، تباه شدیم. جنرال قدرت میگه تا فردا دختر پیدا کو بیار. آی خدایا صبر بده برم، هر طرف او دختر غم است. هرچی که میشه باید مانعی کار شویم. اگر نه مواد نیز هر دوی ما تباه میشیم. این کارا چطور انجام میدی؟ گفته برو رو پیدا کن. باید یک دلیل پیدا کنم وکیل ابراهیم تحت اداره خود بگیرم. اما چه قسم دلیل؟ چه قسم؟ برش میگم که جنرال قدرت برای تو دام مانده. اگر منصرف شوه ما نجات پیدا میکنیم. بله بیا که برم. نترس. بالاخره پدرت قبول کرد. فردا دختر ما برم میته. یعنی که با هم معامله کردی؟ مرا پیش خانواده میبری؟ نه خیر، من تنها میرم، تو همین جمعه باشی. دختر خدا با آغوش میگیرم، بعد از اون نشانیت میگم. ما چی میشم؟ این چه قسم معامله است؟ چطور میتونه پدر میکاره کنه؟ چطور مرا نادیده گرفته؟ ایره فردا از پدرت بپرس. من میرم، تو کم استراحت کن. خدای مهربانه، خواهش میکنم کمکم کو تا این دوری به پایان برسه. قربانت شوم. یک بار، حداقل یک بارم که شده مرا پدر بگویه، او را به آغوش بگیرم. کمکم کو تا او را پیدا کنم. کمکم کو.
حالا بیا آی نمیتونم. بیا من تو رو محکم میگیرم نترس. آیسته آیسته. بیشه آفرین آرام باش. متوجه باش که رفتی. خوشت آمد؟ بله بسیار زیاد. حتی در این خانم یک جای داخل نمیشین، درست است؟ حتی لباسای نظامی تا موتر تبدیل میکنی. پدر شما متوجه هستیم که چی میگین؟ این کار چه امکان نداره. ازدواج کردن یک نظامی با حجاب باش امکان داره، اما این کار امکان نداره. طرف من ببینی نیست. متوجه هستی که چقدر یک کار خطرناک انجام دادی؟ متوجه هستی اگه کسی درباره تو شک کنه چی حادثه رخ میده، خبرداری که تباه میشی؟ اوه ایره بیبی، مادرم 9 بار زنگ زده، پیامم ارسال کرده. حتما صبحانه آوردن. ایره به ما بتین. نوش جانتان خانم. توبه توبه، پدرم هم زنگ زده، پیامم کرده که حتما برم زنگ بزن. انشالله که خیرت باشه. انشالله. بله دنیز، چطور هستی بچم؟ خوب هستم پدر جان. خیریت است؟ کدام اتفاق افتاده؟ چیزی مهم نیست، اما تو زنگ زدم خواستم خبرتان بگیرم. صحتتان چطور است؟ مایه حسلتان چطور میگذره بچم؟ خوب است. در ضمن اینجا بسیار جایزی. خب درست است، چند روز دگام اونجا باشین. درست است اما رخصتی ندارم. دایی بارا فکر نکو بچه، من برات اجازه میتونم، تشویش نکو. شما چند روز دگام اونجا باشین، لذت ببرین. چطور قسم میگین پدر؟ خودت میفهمی که 4 طرف ما خطر است دیگه. حالا که اونجا خوشتان آمده و خانومتم در کنارت است، از مای اصل لذت ببر. درست است. به الیف میگم اگه خواسته باشه چند روز دیگه بودم میتونیم. درست است، من فعلا قطع میکنم. قسمه که گفتم چند روز دیگه اونجا باشین. خداحافظ.
بیاز امروز ملاقات میکردیم. چرا مرا خواستی؟ به خاطر هشدار دادن. قدرت کارای به تو دام مانده. تو را به بهانه دخترت خواسته، اما دقیقت از بین میبرید. یعنی دخترت برات نمیده. وای وای وای، تو از چی وقت تا حالا درباره ما فکر میکنی؟ از روزی که زندانی شدی و وکیل فکر میکنی تو را کی نجات داد ها؟ هر نوع خطر را قبول کرده ثبوتا را ما به وکیلت رسوندم. تو را از اعدام من نجات دادم. خب تو چرا این کارا را انجام دادی ها؟ چی هدف داشتی؟ دیگهش مربوط تو نمیشه. ما هم به خواست خود رسیدم و تو هم رسیدی. حاله ای پاکت بگی در داخلی به اندازه کافی برات پول ماندیم. بگی و بدونی که پشت سرت سیل کنی از اینجا گم شو برو. ایره گرفتن نمیتونم. گفتم قدرت کارای میخواه تو را از بین ببره. احمق چرا نمیفهمی؟ به خاطر اولاد خود این خطر قبول میکنم جنرال. اگه به اون نرسم مرگ بهتر از زندگی کردن است. گوش کو، دیگه ای فرصت به دست نمیاری. اگه به ملاقاتش بری پشیمان میشی. پشیمان میشی. لعنت به شیطان. بفرمایین. جنرال صبری آمدن. داخل بخواهش. بفرمایین جنرال صاحب. شفا باشه. زنده باشی. یک حادثه بود و گذشت. قسمه که میبینی کاملا خوب هستم جنرال صاحب، اما دشمنایم زیاد از این وضعیتم خوش نیستن. خدا برشان صبر بده. کسایی را که دشمن میگن دمی نظام پرورش یافتن. ازتان خواهش میکنم که اگه افت کلامه مد نظر بگیرین خوب میشه. اونا خواستن مرا از بین ببرن. هنوزم از اونا حمایت میکنی ها؟ چطور از اونا طرفداری میکنی؟ ببینین این یک موضوع شخصی است. ای را هم ساخته نمیتونیم، فهمیدین؟ چطور قدر مطمئن بوده میتونی؟ یا که شاهین دوست شماست؟ بله دوستم است. شما هم دوستم هستین. کل ما با هم دوست هستیم. بعضی ها نمیفهمن که طرف کی فایر کنن، اما ما هدف خودم میفهمم. نطفه های شورشی ها، آمیان مستقیم، طرفداران شما، تمامشان دشمن ما هستن جنرال صاحب. ببینین شاهین به هیچ گروه ارتباط نداره. او کسی است که خانواده و اولاد خود از دست داده. فهمیدم. یعنی کسی که عصبانی شد برای کسی دیگر را بکشه، اما تو راست؟ البته کی قابل بخشش نیست، باید جزای کار خدا ببینه. اما شاهین با هیچ گروه تروریستی ارتباط نداره. شاید هم ارتباط نداشته باشه جنرال صاحب، اما از این کار درس گرفتم. نباید بالای هیچ کس رحم کنم. جنرال صاحب میفهمی بزرگا چی گفتن؟ رحم نکو تا که مظلوم نشی. برات گفته بودم که بزودی مرا قبول میکنن. بیبی پدرم گفت رخصتی تان طولانی بسازین. میگه برات اجازه میتونم.
نه خیر جانم، دیگه اینجا نباشیم زیاد پولت مصرف میشه. با آن که مصرف شوه، من فقط یک خانم دارم. تمام دنیا صدقه سرش. با شوهرت چای نمیریزی؟ میشه ریموت تلویزیون بر بتی؟ او کاکا شاهین نیست؟ بیننده های عزیز، لحظات پیش قماندان شاهین، شخصی که قصد کشتن جنرال قدرت کارایی داشت، در استانبول دستگیر شد. جزئیات بیشتر بعداً تقدیمتان می شود. مادرم گفت زود بخوره، در بیرون همگی منتظرت هستن. او مادرت مغز سرم خورد، هر دقیقه سرم امر میکنه، میخوای مرا دیوانه بسازه. حالی گپاربان با من روزنامه آوردی یا نه؟ آوردم، پت از مادرم آوردم. زود بخون که مردم منتظر هستن. قربان خدا شامی چی حال است تو بکدیم، فقط که خانه نه زندان است. دیوانه شدیم، از اینکه زندان راحت از باور کو. نه روزنامه خواندم میتونم، نه چای نوشیدم میتونم، نه قهوه. تشویش نکن شوهر جانم، من کنارت هستم. پس او طرف را پس شو. چی خوردی که قچاق شدی؟ با دیدنت اشتهایم سوخت. ببر از آشپزخانه برام یک گلاس آب بیار. درست است. توف. جنرال قول اردوی نمبر 1 قدرت کارای توسط یک قماندان اخراج شده از اردو مسموم شد. توبه، من ای آدم میشناسم. جنرال قدرت کی هستی؟ دوست نزدیکت. جنرال چی کردی؟ تصمیم خود گرفتی؟ گرفتم. معاون دانشگاه مرکزی رنا کارای با تایید نمودن حرفهای بیادر خود علاوه نمود که با قاطعیت با ارتجاعی ها مبارزه میکنه. این زن همون زنی نیست که قابل دربارش برام میگفت. همون هست. توبه من این زن از کجا میشناسم؟ طفل یک خانم ازش جدا ساختیم. او خانم کی است؟ نامش برام بگو. زود چه برام بگو. رنا کارای طفل رنا کارای. من کی هستم؟ در خانه چی میکنم؟ برتان آب سرد آوردم. اول تو رو بنوش، باز بر ما همو نکاحت ما رو بگی بیار. چرا طرف مسائل داری؟ برو بیار دیگه. مادر میبخشین، ما باید اینجا رو ترک کنیم. میشه حساب ما رو بگوین؟ البته. تو برو دموتر بشی، من میایم. درست است؟ درست است جانم. میبخشین، میشه کلید ما رو بتین؟ البته بفرمایید.
خسته نباشین. زنده باشین. جنرال صاحب، هیچ جایی نمانده که ندیده باشم. فقط که زمین دهن باز کرده باشه و او دختر داخلش رفته. ده هیچ جایی نیست. حتما کوچ کرده. شاید از استانبول رفته. ایره 1 ساعت پیش از ملاقات میگن ها؟ باور کنین تا آخرین لحظه خواستم پیداش کنم اما ده هیچ جایی نیست. چطور میتونین اشتباه را انجام بدین؟ فکر میکنین در مقابل شما یک طفل جنرال ساده است؟ صاحب، در این وضعیت پیدا کردن ابراهیم ساده نیست. یک عملیات ویژه را اندازی کنین و صنم نجات بتین. با من نصیحت نکنین. برین گم شوین. گم شوین. امرتان بجا میشه. حال ما به خواست خود رسیدم. بله 1 ساعت وقت دارین. نام او دختر الیف گورال است. در این مدت او را پیدا کنین. اگر در سوراخ موشان پنهان شده باشه او را پیدا کنین. تو را خانه میرسانم، باز بعدش میرم قرارگاه. خانه نمیرم، ما باید سهیلا را ببینیم. خدا میفهمه در چی حالت است. حق با تو است. درست است درست است. شام پشتت میام. آقا سنجر، آقا قدرت به ما چیزی نمیگه. درباره صنم کدام خبر تازه دریافت نکردین؟ خانم ایجا، در این موضوع مرا زیاد دخیل نمیسازم، اما حتما کدام نقشه ای داره. راحت باشین، شما تشویش نکنین. چطور تشویش نکنم؟ صنم دخترم است. جنرال صاحب میریم. جنرال صاحب چرا از جایتون بلند شدین؟ ملاقات داریم، فراموش کردین. آقا قدرت، خانم ایجا خانه برین. چند دقیقه بعد صنم میرسد. بس سهیلا بگو تشویش نکنه. اگه من از چیز خبر شوم براتون خبر میتونم. درست است. تو اینجا چطور آمدی لیف؟ چی شده؟ کدام مشکل داری؟ خیر ما خوب هستیم. درباره کاکا شاهین خبر شدم. سهیلا خوب است؟ هیچ خوب نیست. کجا است؟ در اتاق است. استراحت کرده. خواهر جانم، چطور این کار را انجام دادم؟ هیچ نمیفهمم. او یک آدم قوی بود. حتما سرش زیاد فشار آوردن. صبر کن، ما باز میکنم. شما را چرا روان کردن؟ که صحت کاکا ابراهیم خوب نیست. کاملا خوب هستم. چند رقبت خواهد دیدین. شما امرای او کار میکنین؟ دخترم کجاست؟
حوصله خوب چیز است میرسن. بفرمایید. همین جستن؟ آقا ابراهیم در پارک منتظر شماست. اینجا را باید داری؟ هیچ فراموش نکده. جایی که ما و رعنا جدا شدیم. با خاطر جبران اشتباه خود خواستم اینجا ملاقات کنیم. در جایی که شما را جدا ساخته بودم یک جا می سازم. طرف مسائل نکو. اونجا را بیبین. الیف الیف از دخترمه. کاملا طرف خودت رفته. چطور نتونستم بفهمم؟ چطور در قدر وقت نفهمیدم؟ همیشه در کنارش بودم. چطور نفهمیدم؟ چطور تانستی ظلم در حق ما کنی؟ چطور انجام دادی؟ تو چرا این ظلم در حق ما انجام دادی؟ با خود بیا. چرا او را از من دور کردی؟ چطور رحم نکردی؟ آرام باش. تو هیچ وجدان نداری. چرا این کار همراهی ما کردی؟ با جایی که تشکر کنی اما قسم رویه میکنی اعلایش کنن. برو دخترت ببین. بعد از این دخترم از من گرفتن نمیتونی. بار دیگه او را ترک نمیکنم. تو وعده دادی تا نشانی سنم نگویی رفتن نمیتونی. بار دیگه فریب تو را نمیخورم. دخترم از دستش گرفتم میرم فهمیدی. بعد از اون نشانی سنم برات میگم. تو فقط جسد دخترت برده میتونی. عجله کن. نشانی را بگو تا این موضوع بسته شود. نشانی را بگو. در قریه شیله است. در او قریه یک خانه دارم. دخترت دمونجاست. خوب است. حال ای را با پلیس هم بگو. چرا با پلیس؟ پلیس چی؟ نشانی دخترت گفتم. برو بگیرش دیگر. چی میخوای؟ چی نقشه داری؟ با تو مهم نیست. وقت تو بری بر نمیگردی. همچنان ما طبق خواست خود کار خود انجام میتم. طرف ما بیبی گپ ما گوش کو.
بالای نام ما، اعتبار ما تهمت بسته کدم میتونی، اما به دخترم ضرر نرسان. عجله کو زنگ بزن. حاله میتونم پیش دخترم برم؟ هنوز ختم نشده. شرایط خدا برات نگفتیم. هیچ شرط تا نمیشنوم. معامله تمام شد. در مقابل دخترت دخترم دادی. کافی است دیگه. پشت ما را ایلا بته. کافی است دیگه. 20 سال پیشم اما قسم میگفتی اما بعداً قانع شدی. ای کار ضرر نرسان. ای کار کردن نمیتونی. تو را از بین ببرم احمق. از بین ببرم. گوش کنی. از لیتا پایین کو. کدام بیخلی نکنی. پایین کو. زندگی برام دیگه هیچ مهم نیست. اما دخترت یک زندگی طولانی را پیش رو داره. اگر شرایط ما را قبول نکنی نه تو و نه دخترت از اینجا زنده رفته میتونی. ما فقط منتظر دستور شما هستم. صبر کنین جنرال صاحب. با وکیل اجازه بتیم تا کم فکر کنم. شاید عقلش با سرش بیاید. از من چی میخوایی؟ میخوایی دخترم ترک کنم؟ 20 سال دیگه میخوایی با عذاب وجدان زندگی کنم؟ باید خوش باشی وکیل. زندگی دخترت نجات میدی. بالاش رحم نکنین جنرال صاحب. با یه احمقش نو معامله نکنین. تو چه قسم یک آدم هستی؟ چه قسم یک احمق هستی؟ با خاطر منفعت خود آماده هستی هر کاری کنی؟ تو هم بالای او باور داری؟ بگه پاش اهمیت نتین جنرال صاحب. بی سابقه جرمی داره. ضرور نیست به کسی حساب بتین. نباید امرایش معامله کنین. برو دخترت بیبی. ای کارا نکنین جنرال صاحب. با خاطری که جای سنم گفتی برات اجازه میتونم. اشتباه میکنین جنرال صاحب. همچنان الیف و رانا هیچ وقت نباید ایره بفهمن. من این کار کردن نمیتونم. برو مورا به آغوش بگیرم. اما گفتن نتونم که من پدرت هستم. همون نیست؟ به جنرال صاحب این کار نمیتونم. بعد از این دیگه نمیتونم او را از دست بتم جنرال صاحب. خوب از خودت میفهمی جنرال صاحب. اول دخترش ببینیم درد اولاد چقدر زیاد است. ها صبر کن. گوش کنی. این کار نکنی. نکن. پس مانعی کار شد. جنرال در این دنیا همیشه تو برنده شدی. اما فراموش نکن در آخرتی قسم نخواد شد. بعد از امروز فقط در آخرت خواد دیدیم. جنرال صاحب برش کمک کنین. تکتش آماده است. تا وقتی که نرفته ترکش نکنین.
امنیتی برای ما بسیار مهم است. کاکا ابراهیم؟ شما خوب هستین؟ ایلی دخترم جانم چی شده کاکا ابراهیم؟ کاکا ابراهیم چیزی شده؟ شما خوب هستین؟ خوب هستم دخترم، خوب هستم، کاملا خوب هستم. پس چرا ناراحت معلوم میشین؟ من میرم دخترم، به خاطر خداحافظی پیش تو آمدم. کجا میرین؟ چرا؟ همین قسم ضرور است. من به خاطر خوشیدگرها میرم. خانم رنا اونا خبر دارن؟ یک بار دیگه او را از خود دور میسازم. این کارا نکنید، اگه برین ما بسیار جگرخون میشیم. دخترم حال دیگه تو شوهر داری، او هم دوست، هم بیادر، هم پدر و هم مادر، همه چیزت است. همیشه در کنار او باش دخترم، درست است؟ هیچ وقت یکی دیگه خود ترک نکنه. اشتباهی را که من انجام دادم شما انجام ندین. اما بازم با رفتنتان اشتباه میکنید. مجبور هستم دخترم، مجبور هستم. چرا؟ نپرس دخترم، دلیلش هیچ نپرس. از تو یک خواهش دارم، شام به دفتر ما برو، کلیدش در صندوق پستخانه است، او را از اونجا بگی. داخل برو، در پشت سر میز کاریم یک نقاشی ابروست، او را حتما پیش رعنا ببر، درست است؟ خواهش من فقط از تو همی است. کاکا ابراهیم، خانم رنا مرا پیش خود اجازه نمیدن، داخل دانشگاه شده نمیتونم. دخترم به هر قیمتی که میشه او نقاشی را به خانم رعنا برسان. اگر ضرورت شد شب پیش دانشگاه سپری کن، این بسیار مهم است دخترم. او را حتما به رعنا برسان. این آخرین وصیت من به تو است. خدا نکنه کاکا ابراهیم. وعده بده امروز برش میبرینه؟ درست است، حتما میبرم، وعده میدم. حقت ببخش دخترم. حلال باشه ما به شما چی کردیم؟ دیگه چی کنی دخترم؟ از برکت تو حس پدری را درک کردم. متوجه خود باش.
به نظرت من تو رو چرا از بین نمیبرم ها؟ به خاطر که تو رو از زندان آزاد ساختیم. نه خیر، نفهمیدی. به خاطر که خسر دخترم هستی، صرف به خاطر که به اونا ضرر نرسد. این پیوند زیاد طول نخواد کشید. جنرال، تا امروز هرچی که گفتین انجام دادم. اولادای ما را راحت بانین. بچه ما به شما نمیسپارم و دختر ما به شما نمیسپارم. گوشکا، یک معامله پر منفعت انجام دادی، به خود درد سر نخر. برای من مشکل خلق نکو، برو گم شو. جنرال، اگه به دخترم ضرر برسانی، در این کار بیشترین ضرر را تو خود کردی. تمام فریبکاری های که تا امروز انجام دادی به جنرال میگم. لعنتی. لطفاً کم سرعت بگیری. صبر کن من بازش میکنم. سنم؟ ابراهیم به ملاقات من آمد خانم بیادر. از اینجا برو. ما دیگه از دست تو خسته شدیم رنا، برو. اما من میخوایم نشانی دختر ما بریم میگی. اون نامی که گفتی ادامه حال برم بگو. او رقیه کجاست؟ کی است او خانم؟ تو با وعده خود وفا کردی؟ سنم کجاست؟ هرچی که از دست میامد انجام دادم. از اینجا برو. چند دقیقه بعد بیادرت میآید. برات بسیار بد میشه. خب بد شود، بدتر از این شود. هیچ برام مهم نیست. دختر من برام میتی، فهمیدی؟ دختر برو محافظین صدا کن. درست است خانم. برو صدا کن. همه گیر صدا کن که اینجا بیاین. مطمئن باش که چیزای زیادی به گفتن دارم. میگم قدرت کارای و خانمش دختر من دزدی کردن. شما را زندانی میسازم. قدرت اینجا چی گپ است؟ مرا تهدید میکنه. ای به من وعده داد، گفتم مقابل دخترم دخترت برات میتم. دختر؟ کدام دختر؟ درباره کدام دختر گپ میزنین؟ از دروغ گفتن به من منصرف شو. درباره رقیه میفهمم. خانومت برم گفت شما دخترم به او داده. خانم ایجا دروغ گفته به خاطر نجات دادن سنم. اما تو نیست حقیقت برش بگو. سنم دراز چند دقیقه بعد خانه میرسم. با ابراهیم؟ ابراهیم با پلیس زنگ زده و نشانی دختر ما گفته. چطور یعنی؟ وقت فهمیده که این کار انجام داده نمیتونه دختر ما ایلا کرده و فرار کرد. چی شد؟ نباید ایلاش میکرد؟ ها؟ نباید ایلاش میکرد؟ تو دروغ میگی. زود بگو که با ابراهیم چی کردی؟ ایلا که گفتم بیرون شو. ایره ببرین. حسابی کارت ازت میپرسم. بعد از این تو بیادر منی، دشمنم هستی. ایره گم کن. ایلایم کنن و من دست نزنی. چرا نام برش گفتی؟ جوابته ها؟ چرا گفتی؟ قدرت همه چیزه به خاطر دخترم انجام داد. کدام چیز دیگه خواب برش نگفتی نه؟ قسم میخورم دیگه چیزی برش نگفتیم قدرت. هیچ چیزی نگفتیم. جزایی کارتا حتما خواه دادم خانم ایجا. ایلایم کنین به من دست نزنه. ایلایم کنین. رنا خانم لطفاً. ایلایم کنین. خانم رنا؟ ایلاش کنین چی میکنین؟ امر جنرال قدرت است خانم. شما هنوز او را نمیشناسید. او طفل ما اختطاف کرده اما همگی میشناسنش. همگی. ایلایم کو به من دست نزنه. ایلایم کنین. با گپای ناحق ادامه بتی رنا. ادامه بتی
وقت به شفاخانه رفتی عقلت به سرت میآید. من همینجا پایین میشم. دخترم جانم، یک دونیم. مادر جان سپری شد، همه چیز خلاص شد. یک دونیم. سنم پدر جان تشکر. دخترم مقبوله. مادر جان پدر جان میفهمیدم که نجات میدین. شما خوب هستین؟ خوب هستم، تشویش نکن، من خوب هستم. بسیار تشکر. خواهش میکنم وظیفه ماست. پدر جان و آدم فرار کردم تو نیست میفهمین که با من چی گفت و چی کارا کرد. درست است تشویش نکن. در خانه محفوظ هستی. فعلا به اتاق رفته استراحت که بعداً امرایت گپ میزنم. اما قرار بود که من اظهارات خدا بدم پدر جان. او قدر مهم نیست. برش امضا کرده روان میکنیم. همچنان موضوعات بسیار مهم است که باید همراه بازرس گپ بزنم. امکان داره؟ البته که امکان داره. من امرایت میکنم بیا با اتاقت رفته استراحت کجانه. بفرمایید. خانم رنا خوش آمدن. خوش باشین. میخوایم از یک نفر شکایت کنم. بفرمایید. بیادرم جنرال قلوردو قدرتکارای 20 سال پیش طفل ما اختطاف کرده بود. فعلا با فشار و تهدید کوشش میکنم برای منصرف بسازه. خانم رنا این یک شکایت بسیار جدی است. مطمئن هستن؟ مطمئن هستم. حتی شک دارم که شوهر سابقم ابراهیم اویگون او از بین برده. کمی عجله کن. نمیخوایم پرواز امروز از دست بدی. تاریخ عبارت از تکرار است. جنرال تو همین قسم گفته بودی نه؟ ببینیم که چی وقت تو را سوار طیاره میسازه. این درویی تو حتما یک روز افشا میشه. همی تابلو و هم کسی کی را به تو میاره. هر دویشان از سر ما هستن. ایلیف دختر ماست. او را به آغوش بگیو. مرام ببخش. خدایا اینجا چی گپ بوده میدانم.
عجله کو، ناوقت شده. زود باش. تصمیم برگشت داری؟ عادت است دیگه. نباید چیزی را نشانی بانی ابراهیم خان. همین قسم توافق کردیم. حالا ما چه قسم داخل برم؟ تحقیقات درباره قماندان شاهین ادامه داره. او متهم به ایجاد گروه تروریستی در داخل اردو است. بله، اما تا آن ثابت نشده. میفهمی کل چیز ثابت شده. وقت تحمل کردن است. بله، گرچه ای اشخاص از بیرون حمایت میشن، میخواین اردو را مختل بسازن. مثلا ابراهیم، کسی که دختر ما اختطاف کرده بود، یکی از حامیان ای گروه است. اگرچه شما بهتر میفهمین، پیش شما هم سابقه جرمی داره. بله، به خاطر کدام جرم زندانی شده بود، اما بعدا در اولین دادگاه آزاد شد. دوباره نمیتونه به خاطر حین جرم به زندان بره؟ بیاز و فعلا به جرم اختطاف دخترتان تحت تعقیب است. یعنی این موضوع کدام اهمیت نداره؟ البته که داره، در حال بررسی هستیم. تحقیقات چی بررسی چی مامور؟ خواستن مرا از بین ببرن. چرا نمیفهمین هدفشان ما هستم؟ تصادف ببینین، روزی که دخترم اختطاف میشه همون روز به مام زهر میتن. خواهش میکنم در این کار جدی باشین و با زودترین فرصت میخوایم نتیجهش ببینم. تشویش نکنین، هرچی از دست ما بیاید انجام میدیم. اگه کارم میکردین این بلاها سر من نمیامد. مثلا جاهایی که ابراهیم میتونه باشه بررسی کردین، خانه، دفتر و بنیادش بررسی کردین، اما تا نیست. خواهش میکنم مامور، نمیخوایم در کارتان مداخله کنم، اما لطفاً بار دیگه با دلایل پیشم بیاین، درست است؟ به خاطر که دخترم برام صحیح و سالم آوردین تشکر میکنم. ما به بنیاد عدالت میرم. لطفاً شما یک تیم به دفتر ابراهیم روان کنید. چطور رفت؟ چطور شما اجازه دادین که او بره؟ نه مریض بودم، استراحت کرده بودم، از چیزی خبر ندارم. وقتی گفت کاکا ابراهیم خواسته من چیزی نگفتم. درست است فیلیس، پس چرا تو همراهش نرفتی؟ از سهیلا را تنها مانده نتانستم. به هر صورت شماره تلفن کاکا ابراهیم پشتان هست؟ هست. میشه برم بتیش؟ کاکا شاهین از نزدیک دیدم. چی میشه؟ بسیار یک اشتباه بزرگ انجام داده سایلا. هیچ کسی نمیتونه نجاتش بده. دایی است. شماره را که دایید کرده اید خاموش می باشه. شمارش خاموش است. من میرم کلیفا پیدا کنم.
آقا قدرت معذرت میخوایم، اما خواستم براتون خبر بدم. خواهرتان خانم رانا پیش ما آمدن. بفرمایین مشنوم. میخوای علیه شما شکایت کنم. منتظر اظهار رد دادن هستن. یعنی معذرت میخوایم، اما ادعایشان بسیار زیاد جدی است. خواهرم براتان گفته که ما طفل او را اختطاف کردیم، اما تو نیست؟ بله. این وضعیت همیشگی او است. از اینکه وقت شما را گرفتیم معذرت میخوایم. میخوایم یک گپ براتان بگویم. میشه شخص سوم خبر نشه؟ البته بفرمایید. سالها پیش رانا دختر خود از دست داده و بعدا تکلیف عصبی برش پیش میآید و بالای اطرافیان خود تهمت بسته میکنه. خواهش میکنم میشه او را قانع ساخته به خانه روانش کنین ها؟ البته آقا، شما هیچ تشویش نکنین. خانم رانا بفرمایین، آماده هستم اظهاراتتان رو بگم. تو از رای پشت برو. عامر صاحب در داخل کسی هست؟ دروازه را باز کو، میفهمم که در داخل هستی. دروازه را باز کو پلیس. گفتم دروازه را باز کو. دروازه را باز کو لطفاً، پلیس است. دروازه را باز کو لطفاً، وقت ما را ضایع نکن. دروازه را باز کو. تکان نخورید. شما اتاق را بررسی کنید. طرف ما ببین. با جرم همکاری با تروریستا بازداشت است. به گپایم باور ندارین همتون نیست؟ میگن امکان نداره قدرتکارایی این کارا را انجام داده باشه. عامر صاحب، درباره قضیه ابراهیم اویگون معلومات تازه به دست آوردیم. داخل بیا. او پیدا شده؟ تکت تیاری آلمان گرفته فرار کرده، از میدان هوایی خبر دادن. چطور؟ شخصی را که ادعا دارین کشته نشده، از کشور فرار کرده. چند لحظه پیش گفتیم که به گپای ما باور نداریم. ما یقین ندارم، اما از شما خواهش میکنم که یک بار دیگه اظهارات خود را تاکید کنید. من حقیقت براتان گفتم. تمام گپایم حقیقت داره. ببینین امکان نداره ابراهیم رفته باشه. او دختر ما را به من میاره، به من وعده کرده بود. خانم رانا لطفاً حقایق قبول کنین. فرار و آدم ثابت شده، پس امنیت دروغ میگه. چطور؟ اما من حقیقت میگم. ببینین شما هیچ چیز نمیفهمین. شما از گذشته ما هیچ خبر ندارین، فهمیده؟ ما وضعیت شما را درک میکنم. آقا قدرت درباره شما برام گفتیم. شما باید متوجه صحتتان باشید. امروی او گپ زدین؟ او مرا چی گفت؟ گفت که دیوانه است؟ گفت خواهرم دیوانه شده؟ ها؟ او چی گفت؟ داخل بیاین. خانم محترم بیرون ببرید. من هیچ جایی نمیرم. من اولاد خود بفرمایید خانم محترم، لطفاً از خارج شوین. باشه خانم، خارج شوین. از خود از دست داده، باید تداوی شود. من دیوانه نیستم، فقط طفل خودم میخوایم. اعلام کنه. کل چیز طبق برنامه پیش میره جنرال صاحب. کدام مشکل خو پیش نشده؟ طبق نقشه پیش میره جنرال صاحب، هیچ مشکلی نیست. یک تعداد اسناد و مدارک از دفترش پیدا شده. یک حادثه خارج از نقشه ما رخ داده. یک دختر دستگیر شده. او دختر کی است؟ تحقیقات ادامه داره. اگه چیزی فهمیدن براتون خبر میتن. آها. بله،
موضوع ما و ابراهیم بسته شد. حالا میاییم سر موضوع ما و شما. کدام موضوع جنرال صاحب؟ امروز یک موضوع دیگر را فهمیدم. فکر کردم بین شما و ابراهیم کدام مشکل وجود دارد. البته بیرون از همه موضوعات. خواهش میکنم جنرال صاحب، چی بوده میتونه؟ فکر کردم قسم که امرای شما صحبت میکرد تهدیدت میکرد، اما تو نیست. فکر میکنم میخواست چیز بگه اما نتونست. یک قسم به ما کنایه زد. امکان نداره جنرال صاحب. میفهمین در او بار زیاد فکر کردم، اما بالای هیچ کسی که باور نکنم. بالای شما باور کردم میتونم جنرال صاحب. بفرمایین. قسمه که براتون گفتم، بازم به خاطر که مرا در جریان ماندین تشکر. زنده باشین. خبر بعد از جنرال صاحب مربوط زاویه دیدتان میشد جنرال صاحب. بالای رنا در حوزه پلیس حمله عصبی آمده و فعلا او را به شفاخانه بردن جنرال صاحب. برنا خبر بد است، اما با ما خبر خوش. تاریخ عبارت از تکرار است. جنرال تو همین قسم گفته بودی نه؟ میبینم که تو را چی وقت سوار طیاره میسازه. این دورویی تو حتما یک روز افشا میشه. با چی فکر میکنین جنرال صاحب؟ بفرمایین جنرال صاحب. یک بار تحقیق کنین که او دختر کی است. کدام دختر؟ دختر که در دفتر ابراهیم دستگیر شده. پیشتر خودتان گفتین. امرتان بجا میشه. در دفتر وکیل یک دختر دستگیر شده. چی کار است؟ نمیفهم، اظهارات نمیده. شناسنامه؟ پیدا نکردیم. این چه قسم آدم است؟ مدیر از یک طرف، جنرال از طرف دیگه بالای فشار میارن. معلوم است امراش چی کردین؟ آمر صاحب وقت اظهارات نداد باز. اگه مجرم باشه از بین میبرنش احمق. استاد نشو برو برش ها بیار برو. درست است. خواهر طرف مسائل کن. ایلیف؟ آمر صاحب این دختر کجا توان نوشیدن داره؟ احمق امرایی چی کده؟ گفتم امرایی چی کده؟ مدیر صاحب دستور دادن، گفتن تا گپ نزنه بیرون نشو. بیرون شو احمق، بیرون شو. حالا بدن زیگه به چه قسم بگویم؟ اردا مشنو میلیف ما کاری نکردیم. درست است، این گپه میفهمم. دنیز از این گپ خبر شده؟ نه خیر، کسی تانوز چیزی نمیفهمه. لطفا کسی نفهمه که من متحل هستم. زندگی دنیز تمام میشه. الیف آمد؟ نه خیر، تا هنوز پیداش کردن نه نتونستی؟ خیر، هیچ جایی نیست. فقط که بال پیدا کرده پرواز کرده. کاکا ابراهیم هم نیست. الیف هیچ وقتی کار نمیکرد، حتما به ما خبر میداد. شما چطور برش اجازه دادین؟ بلیاز خدا میفهمه او آدما کی بودن. برش چطور اجازه دادین؟
حتما کدام بلایی سرش آمده. بفرما اردام، میخواستم برات زنگ بزنم. ایلیف ده جایی نیست. ما به می خاطر زنگ زدیم. ایلیف ده مشکل است چطور؟ یک بار به حوزه بیا گپ میزنیم. اردام مرا دیوانه نساز، بگو ایلیف خوب است یا نه؟ ایلیف با جرم همدستی با تروریستا دستگیر شده. چی؟ بیادر یک بار به حوزه بیا گپ میزنیم. وقتی آمده وش کنی نام ایلیف نگیری. بیادر رو خانومم است، چطور نامش نگیرم؟ چیزی که میگم اما تو کن. وش کنی نامش نگیری بیادر. نام مرا بگی. باز همه چیز خراب ساختم. تو چرا اونجا رفته بودی؟ به خاطر کاکا ابراهیم از این شهر میرم. به خاطر خداحافظی مرا خواست. تو درباره وکیل ابراهیم گپ میزنی اما تو نیست. بله. بله. سنجر آیدین؟ درست است. او هم ای کار دست داره. چطور؟ کاکا ابراهیم فرار نکرده. جنرال سنجرام همراهش بود. حتی یک جای به دفتر کارش رفتن. جنرال صاحب تو این قضیه را پیش میبری؟ بله من پیش میبرم. درست است، اجازه بدید او را ببینم. نه خیر، ده اینجا یک دوست دیگه ما هست. اگه میخواین در اتاق ما گپ بزنیم. مشکلی نیست. تشکر. دختر به نظارتخانه انتقال بده. دختر دمی اتاق است. کسی دیگه است. دیگه دختر است. دزدی کده بود. خواستم نصیحتش کنم. جنرال صاحب چای می نوشی؟ نه خیر، نمی نوشم. نفهمیدم. فعلا در وظیفه هستم، اما تو نیست بازرس؟ البته جنرال صاحب. برم بگو دختر چی کاره است؟ هیچ، یک دختر عادی است. بچم تو به گپای من گوش میتی؟ البته جنرال صاحب. درباره دختر پرسیدین. موبایل تبان جواب مرا بده. اظهاراتش گرفتین، دربارهش تحقیق کردین چی کاره است؟ ابراهیم از کجا میشناسه؟ دنیز کمی آهسته برو. اگه دست خودم باشه پرواز میکنم. کمی آهسته برو دنیز. اردام خامرایش است. سویلا یک بار به اردام زنگ بزن. بپرس وضعیت ایلیف چطور. درست است. اول چیزی نگفته، اما بعد اظهاراتش گرفتن. ده اظهارات خود چی گفته؟ با پاکاری آمده. به خاطر پاکاری دفتر آمده بوده. ما یک بار میآیم. جواب نداد، قطع کرد. درست است، یک بار دیگه زنگ بزن. تو مطمئن هستی واقعا راست میگه که او صفاکار است؟ بله جنرال سنجر، البته که مطمئن هستم. کلان زن از 5 تا طفل داره. زیاد گریه کرد. دلم برش بسیار سوخت. ما هم خواستم برش کمک کنم. تلفنت قطع که هیچ نمیفهم که چی میگی بچم. بیبی فکر نکو که من برات مشوره میتونم یا کار یادت میتونم، اما من 40 سال است که در این کار هستم. این آدم ها را خوب میشناسم. بسیار خوب خود جلوه میتن. در اول خود معصوم و صاحب طفل معرفی میکنن، اما بعدن اصلیتشان برملا میشه. فکر نکنم آقا. نزدیک بیا. بچه احمق مدی نیست. چه قسم از او دختر فریب خورده؟ منظور ما فهمیدی؟ بله، ما هم زیاد قهر شدم. همه دوست از رابطه ما قطع کردن نمیتونم. البته بچه ما، البته تو هم دستش هستی، باید هم دستش باشی. حتی تو میتونی برش تنه داده بری تا او دختر هر چی زودتر اعلا کنه. میفهمی او دخترم از اوناست. او دختر ارتجایی است. بر صورت نمیخوایم وارد این موضوعات شویم، خود عصبانی بسازیم.
هر چی زودتر سر اصل موضوع میایم. بازرس جنرال صاحب اما میرم امرای او دختر گپ بزنم. بخیه کارا به دوش تو است. گپ میزنین یعنی لازم است؟ بله باید از همه چیز با خبر باشیم را ببینیم ازش معلومات بگیریم. با نظر ما نفر غلط دستگیر کردیم. چرا؟ چیزی را میفهمی؟ از مردم پرسیدم. ابراهیم اویگون قبل از فرار کردن جنرال صاحب به دفتر کاری خود رفته. قسم است؟ بله و کنارشم یک آدم قد بلند و گندمی چهرم بوده. خب هیچ حال در تعقیب هستم. منتظر رسامیش هستم جنرال صاحب. یعنی موضوع جدی شده؟ بله جدی شده. ما پشت این موضوع را اعلان همه کنم یعنی جنرال صاحب. پس ما حالا میرم. کارهای تو زیاد است. کاکا سنجر یعنی جنرال سنجر شما هیچ تشویش نکنید. ما اون نفر قد دراز پیدا کرده و شما معرفی میکنم. آفرین بچه. بازرس آقای بازرس روز خوش. شما خوش. پدرم آماده. از این طرف برم. خوب شد آقا سنجر ما را ندید. چرا اینجا آمدن؟ یک از لیف خبر شده چطور؟ نمیفهم. حال خبر میشم. حالا بیاین که بریم. این کار تو است ها؟ هیچ وقت عصبانیت نباید تصمیم بگیریم. نباید این کار میکردی. بیبی فقط تو ضرر کردی. او ابراهیم احمق تو را رها کرد و فرار کرد. بازم تو را فریب داد. با ابراهیم گفتم ابراهیم دختر خودت دید. با تو ای گپا گفت؟ نگفتم تو نیست؟ انسان بی وجدان. اما تو تشویش نکو. ما در کنارت هستم. از تمام بدیهات تو را نجات میتم. به خاطر خوب شدنت هر کاری که از دستم بیایه انجام میتم. آقا قدرت؟ بله دکتر صاحب بفرمایید. وضعیتش چطور است؟ زیاد خوب معلوم نمیشه. وقت آوردنش حمله عصبی بالایش آمده بود. هیچ نمیفهمم که چرا این کار در حق خود انجام. تشویش نکنید خوب میشه. فردا مرخص میشه. اگه ضرورت شد یک روش مشخص تداوی را براتان پیشنهاد میکنیم آقا. یعنی فردا مرخص میشه؟ برای فعلا لازم نیست بستر باشد. ببینین رنا هر کار انجام میده. وقت دخترش مرده بودم امی کار انجام میداد. جدی میگی؟ بله. یعنی هر وقتی که فکر میکنم همه چیز خوب شده کل چیز عادی شده اما دوباره سرش حمله میآید. یعنی باور کنین ما بسیار خسته شدیم. تا هنوز تداوی شده؟ متاسفانه با هیچ کس باور ندارم. با نظرش کلگی دشمنش هستن. خواهرم فکر میکنه دخترش ما اختطاف کردیم. خواهرزاده ما باور شما میشه؟ از امی خاطر رابطه خود با ما قطع کردن. از شما میخوایم تحت مراقبت جدی باشن. حق به جانب هستی. چطور میتونه اشتباه انجام بده؟ چطور میتونه به تنهایی اونجا بره؟ اگه به ما زنگ میزد به این مشکل روبرو نمیشد. یک بارم دختر به گپ ما گوش نکرده، حتی یک بار. درست است حال خوش شده. سرش زیاد فشار نیار. بیاز وضعیت او خوب نیست. لطفا او را راحت بان. چطور یعنی؟ چی شده؟ لیف چیزی شده؟ در وقت تحقیق بسیار لطو کوبش کردن. چی؟ چطور این کار کردن؟ اردم تو کجا بودی؟ وقتی او را آوردن من بیرون بودم.
گفتن اظهاراتش بگیریم. به خاطر که اظهارات نداد قسم شد. نمیفهمیدم میلیف است. بس هست دیگه خانم ما تسلیمم کنین. درست است بیادر. به قدر آسانی بیرون کردن نمیتونیم. ما یک راه حل پیدا میکنم. ما دیگه شان نمیفهمم خانم ما میخوایم. بیادر فعلا این کار کردن نمیتونم. مدیرم در اتاق است. گفتم راه حل پیدا میکنم. مرا به مدیرت غرض نیست. ازت میخوایم خانم ما بیاری. دنیز بلیاز خدا آرام باش. دنیز میشه که چند لحظه آرام باشی شاید سر ما شک دیگه شان کنن. نمیفهمم خانم ما بیار. خانمت میخوام. بله. آله بیبی. ایره به نظارت خانه ببرین. تو چی میکنی احمد؟ رفیق تو نمیخوای پیش خانمت بری؟ خورمانت میکنم دیگه. بیبی فردا صبحانه رو خورده این مشکل حل میکنیم. درست است؟ ایره ببرین. چقدر عاشقانه. عشقم چقدر عالی بوده. لبخند بزنیم. بالاخره به عشق خود رسیدیم. دنیز تو چی میکنی؟ به خانه خود خوش آمدی. بگو دیگه نه. بگو که من احمق هستم، بیگفت هستم، زدی هستم. چطور کنم؟ همه قسم هستم دیگه. با کاکا ابراهیم وعده دادم از خاطر اونجا رفتم. درست است لیف، بعدا ده بار گپ میزنیم. اما فعلا به ما یک وعده بده. بار دیگه بی خبر از ما این کارا رو نمی کنی. درست است؟ وعده است؟ وعده است، اما ما تا هنوز او تابلو رو نگرفتیم. خدایا دیوانه خود شدم.
این خواهش کاکا ابراهیم از نیست. او را باید به خانم رنا برسانم. ایلیف فقط یک تابلوست. اینقدر عجله داره؟ بله داره. باید دیروز می بردم. نمیفهمم چرا، اما برش وعده دادیم. درست است ایلیف. بیبی در اولین فرصت یک جای میریم، اما بی خبر از ما نباید اقدام کنی. درست است؟ او را میگیریم. درست است؟ زدی. در دستایت برکت. ستاره شکل است. بسیار خوش دارم. تو میخوای ازی بخوری؟ ما ایره فقط به خود آماده کردیم جانم. 3 دانه تخم به یک نفر کم است. چطور یعنی؟ یک لقمه ما نگیرم. سهیلا بسیار بد است. درست است دیگه، اما یک لقمه. زردیش از من بردی. اوف. در وقت غذا خوردن لیاز هیچ کس نمیکنه. تو خفه نشو اردام. یک قسم نیست. نمیخوایم در وقت غذا کسی مزاحمم شود. چی شده؟ ایلی بالاخره استراحت کرد؟ بله استراحت کرد. درست است. بیا تام صبحانه تا بخور. از شب تا حالا هیچ چیز نخوردی؟ گوش نشدی دنیس؟ نه خیر، ما هیچ اشتها ندارم. نمیشه. بیا بیشی یگان چیزی بخور. بیا بیشی. هیچ نفهمیدم. کسی که بخواه فرار کنه چرا به ایلیف تابلو امانت داده؟ در ضمن صنمه چرا اختطاف کنه؟ درست است، امکان داره در گذشته دشمن هم دیگه بوده باشن، اما یک نفر به خاطر گرفتن انتقام 20 سال صبر نمیکنه. تهمت میکنن دنیس، هم بالای کاکا ابراهیم هم بالای مامایم. دستم دوستا ما خود شاهد هستیم. اونا کدام تروریست میشناسن؟ حتی ما هم تروریست گفتن. وقت 3 نفر یک جای ببینن بالایشان تهمت میکنن. بیادر تو چرا خاموش هستی؟ تحقیقات خودتو انجام دادی نه؟ بیادر تو هم رای نبیا. حالا دیگه عجله کن. چی شده اردام؟ ایره باید پدرت بگوید. چطور یعنی؟ ایلیف دیروز پدرت همراه ابراهیم دیده. چی؟ اونا را تعقیب کردن، با دفتر ابراهیم رفته، تمام وسایل او را آورده، رسما او را بدرقه کردن. تو مطمئن هستی اردام؟ پدرم با او چی رابطه داره؟ ما هم نمیفهمم. دیشب خواستم ازش بپرسم، گفتم مثل تو کسی را دیده، زیاد ورخطا شده بود. من خواهش نفهمیدم کنا میخواین او را از بین ببرن یا پیدا کنن. من بایدم روی پدرم گپ بزنم. لعنت با شیطان، لعنت با شیطان. چی شده سنجر؟ یکش ختم نمیشه دیگه شروع میشه. این مشکلات چه وقت تمام خواهد شد؟ تا وقتی که او دختر در زندگی ما باشه این مشکلات ما حل نمیشه. بله همه قسم از خانم قدرت کارای ازش نجات یافته، اما ما به درد سر دیده. تو خودت نگفتی که او مرا دید سنجر؟ البته که گفتم، همه چیز گفتم. میگه باید متوجه میبودی، میگه باید کار خدا به درستی انجام میدادی. چطور یعنی؟ اگه چهره تا رسم کنن تو را زندانی میسازن اما تا؟ البته همین قسم است. کسی که در حق خواهر خاطی ظلم کنه خدا میفهمه بالای ما چه قسم ظلم خواد کرد سنجر جان. شنایی بلیاز خدا مرا تنابان، بلیاز خدا مرا تنابان. درست است؟ مرا تنابان. این از استخبارات است. فکر میکنم فشارم بسیار بالا رفته.
دوا برات هیچ فایده نکد؟ نه خیر شینایی، با ما فرق نمیکنه. ما به دو دقیقه آرامش ضرورت دارم، با یک مکان آرام ضرورت دارم. اینه دیگهش. درست است جانم، درست است. ما باز میکنم. روز بخیر خانم. یه از جنرال صاحب سنجر است. از استخبارات روان کرد. این پاکت بر تو روان کردم. ساعت ما خوب نیست، خودت بازش کن. درست است. خدایا توبه کردیم. شینایی چرا چیخ میزنی؟ اینا رو بیبی. لعنت به شیطان، یک ساره کی گرفته؟ اینا رو کی پشت دروازه آورده؟ یک اسکر آورده جانم. گفت از استخبارات آمده. بچه احمق ما را کسی تعقیب کرده. زود باش تلفن ما بیار. سنجر تو خوب است؟ سوال نکن، گفتم تلفن ما بیار. درست است. بله، ما جنرال سنجر آیدین هستم. چند دقیقه پیش با ما یک پاکت آمد. او را کی آورده؟ چه وقت آورد؟ سنجر لطفاً آرام باش. شما به خاطر چی اونجا استاد هستین احمقا؟ سنجر لطفاً. او آدمه برم پیدا کنه. سنجر، او آدمه برم پیدا کنه. سنجر آرام باش لطفاً. سنجر، 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 سنجر تو را چی شده؟ جانم چشمایت باز کن. سنجر، سنجر جانم لطفاً به هوش بیا. سنجر، 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 سنجر لطفاً چشمایت باز کن. هر کسی که لطت کرده خیر ببینه. خواهر جان، خواهر جان، تو اینجا چی میکنی هولیا؟ پیش تو آمدم. اینجا را از کجا پیدا کردی؟ به خانه سابق ما رفته بودم. از همسایه‌ها پرسیدم چند روز است که تو را میپالیم. بیرون شو از اینجا، بیرون شو. گفتم بیرون شو. چی شده اینجا؟ چرا بر از اجازه دادین که بیاید؟ دیدن تو آمده. اشتباه کرده. ما دیگه نمیخوایم ایره ببینم. خواهر گناه من نیست. زیا مرا تهدید کرد، به زور کار بالای من انجام داد. ای چی میگه؟ من میگم میخوایی که رازت افشا بسازم؟ از دسته که شرمیدم به کسی گفتن نتانستم. حتی به خاطر جگر خوندنش بدی نیزم نگفتم. خواهر قسم میخورم من غلط نکردی. قبل از نکاح که گم شده بودم، تمامش از خاطر ای بود. هم دست زیا شده مرا اختطاف کرده بودم. چی؟ تهدید کردن که عروسی نکنم. خداوند جزای تو را بده احمق. اگه میخوایدم داخل جزا نمیدادمت. نیکی هایی که دختر برت انجام داده چشمایت کور کن. خواهر مرا میکشت. مجبور شدم قبول کنم. لطفاً مرا ببخش خواهر جان. خوب کردی که بالای احمق باور نکردی. برو گم شو از اینجا. ما دیگه مثل تو خواهر ندارم. بیادو میگفتی که من خواهر تو نیستم. حالا واقعا که نیستی. من کجا برم؟ نه پول دارم نه جای برفتن دارم. کسرم نمیشناسم. فقط دینیز بیادرم میشناسم و بس. با خبر دینیز به درد سر گرفتار نساز. بس چی کنم خواهر؟ تا وقتی که احمق آزاد است من در کجا باشم؟ نه خیر، من به دینیز بیادر میگم. او از من جزایشم میده. خدا جزای تو احمق بده. درست است، خودتون خواستین. مرا لایقی خانه ندیدین. من میرم بشتی کارا میلا نمیکنم. بیگناهی خود ثابت میسازم. به کلگی میگم او زیا باید جزای خود ببینه. این کارا نکن. تو هرگز بیگناه بودن نمیتونی. مانعی من نشو. شوهر خود قاتل نساز. ما از تو خود چیز زیاد نخواستیم. فقط یک اتاق خواستیم که استراحت کنم. درست است، اگه میخوای بیا همراه ما زندگی کن. من بسیار خوب ازت پذیرایی میکنم. تو چرا در بین ما خواران دخالت میکنی؟ درست است سهیلا.
یک هفته. این کار نکو ایلی. به خاطر مادرم میکنم. تا یک هفته دیگه برات یک جای پیدا کن. بعد از او از اینجا گم شده برو. حالا میرسن. شما را به شفاخانه میبرن. چرا دیر کردین؟ شوهرم بیهوش شده. پشتو چند دقیقه پیش بیهوش شد. قلبش درد گرفته بود. سرش حمله قلبی اومده، باید به شفاخانه ببریم. گفتین حمله قلبی؟ بله. آیسته 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 سریع کافگارش نکنی. حالی کم جایش نشکنونی. خانم شنایی؟ دکتر صاحب سرش حمله قلبی اومده، باید به شفاخانه ببریم. به اجازهتون. شنایی چطور تو شد؟ نمیفهمم جانم، نمیفهمم. چی میشه همراهیم به شفاخانه برین لطفا؟ مادر چی گپ شده؟ بالای پدرت حمله قلبی آمده. پدر دینیز آرام باش، لطفا آرام باش بچیم. خواهش میکنم مرا برسان بچیم لطفا. ما هم از پشتتان میاییم. خانم رنا، چرا هنوزم مرا اینجا به سر کردین؟ دکتر خانم همراه خانوادیتان گپ زدن و گفتن که چند روز باید اینجا باشی. کدام خانواده؟ من خانواده ندارم. ما میفهمم تصمیمتان خودتان میگیری. من باید همیال از اینجا برم. خانم رنا، معایناتتان تا هنوز ختم من مریض نیستم، فهمیدی؟ این قسم رفتن نمیتونی. کسی که در کار ما مداخله میکنی گم شو. محافظی نبخواین. لطفا محکمش بگیرین. به من دست نزنین. اعلام کنین. به من دست نزنین. شما را به دادگاه معرفی میکنم. از شما شکایت میکنم. اعلام کن. از شما شکایت میکنم. اعلام کنین. اعلام کنین. مرا زندانی ساخته نمیتونین. برین دکتر را بخواین. نخیر. هوش کنین. من باید برم دخترمو پیدا کنم. کمکم کنین. لطفا کمک. شما مرا فریب میتین ها؟ گفتم شما مرا فریب میتین؟ جوابتین احمقا. تو امکان داره نه نکاح خط داریم و نه عکس طفلام نداریم، هیچ چیز نداریم. این چه قسم عروسی است ها؟ جوابتین احمقا. جوابتین گفتم. جوابتین. مادر من دیگه چی کنم برایش وقتی خانم آمده این پیش تو بود تو یک پلاستی. مولای چی؟ مولای تمیز نمیز.
تعویض نمیکس. آی خدایا توبه کردیم، من چی کردیم؟ این تعویض نویسی دیگه چی کاره بود که کردیم؟ وقت خانه اومدیم بازی رو پیدا کردیم، از جیب دیر پیدا کردم. ما کدام هدف بدی نداشتیم بچه. ما در اول تو رو دوست فکر کرده بودیم. بعد از او مادرم گفت که برتر شوهر پیدا کردیم، گفت میتونین با هم خوشبخت باشین. خداوند جزای شما را بده احمقا، بده اینا را به من. خدایا قربانت شوم. من کی هستم ها؟ مولای تعویض نویس کی هست؟ یلماز کی هست؟ خدایا قربانت شوم. اوه باورم نمیشه. صبر کو بیادر، داخل و پول نیست، با ما بده. صبر کو بچیم چیزی نیست، میگم کجا میری؟ ولی از خدا فرار نکو. بچیم در داخل و پول نیست، چرا فرار میکنی؟ حداقل شناسنامه ما بده. بیبی قربانت شم، بکس جیبی ما برام بده. احمق فرار نکو، خدا جزایت بده. میگم در داخلش هیچ پول نیست. نرو، صبر کو بچیم، صبر کو بده همون شناسنامه ما. بچیم صبر کو، نکن جوانی، بده شناسنامه ما. از برای خدا صبر کو، کمر ما درد گرفت. صبر کو. کجا میگریزی؟ صبر کو گفتم. احمق، از پیش ما فرار میکنی؟ شناسنامه ما را میگیری؟ کجا میرفتی؟ برام بگو کجا میرفتی؟ شناسنامه ما را میگیری ها؟ حالا من میفهمم که امروز تو احمق چی کنم، کجا فرار میکردی. بده گفتم، بده. نکولک بده، نکو بچه چی براستی تو، نکو گفتم، بده گفتم. بگی برم. کمکم کنن، غرق میشم. کمک کنن، غرق میشم. کمک کنن، برای خدا کمک کنن، برای خدا کمک. غرق میشم، کسی با من کمک کنه. برای خدا کمک کنه، برای خدا کمک. مادر جگرخونی نکنین. خدا رو شکر پدرم نجات پیدا کرد. چی میگی؟ نجات چی نیست؟ تا وقتی که تو امرای او دختر باشی ما آرام بودن نمیتونیم. تازه شروع شده، بعد از این دیگه همیشه مهمان شفاخانه ها می باشیم. دعا کو که درست بعد جنازه پدرت دفن نکنی. مادر شما چی گفته میری؟ من نمیفهمم چرا قسم میگین. دلیل این وضعیت پدرت فقط تو استیدی نیست. امروز یک پاکت آمد، گفتن از استخبارات روان کردن. حدس بزن که در داخلش چی بود؟ عکسای مای حسل شما بود، در هتل گرفته شده از هر لحظه‌تان. تو میفهمی ای چی معنا میته؟ کسی شما را دیده، شاید تو از پدرت پول بخواه. معذرت میخوایم، میشه کلید ما را بتین؟
البته بفرمایید. تشکر، وقت خوش. من میرم مادر. در این وضعیت مرا مانده کجا میری؟ من میفهم کاری که اساسش حساب میپرسم. از خانم خود حساب بپرس. اگه او نمی بود هی مشکلات ها بالای ما نمی آمد. جنرال صاحب آمد، هیچ جایی نمیری، بر ما مشکل خلق نکن. امرای دکترش گپ زدم، وضعیتش کاملا خوب است. حمله قلبی فکر کرده بودم اما این قسم نبودم. خدا را هزار بار شکر. دنیس، جگر خون نشو باشیم. پدرت کاملا خوب است. همچنان جنرال صاحب باید به این کشور خدمت زیاد کنه. توبه خدایا. چیگاه پس بچیم؟ چی میکنی؟ نفس مصنوی تو بره. نفس مصنوی چی احمق؟ چرا این کارا میکنی؟ تو نترس نامت چی است نامت؟ چرا میزنی با تو چی که من کی هستم لوده؟ توبه یلماز گورن. یلماز گورن. خدایا شکر به یاد آوردم. بیادر من یلماز گورن هستم. قسم میخورم که همین یادم هستم. من یلماز گورن هستم بچه. دلم کروی مشاران دی. به یاد آوردم. من یلماز گورن هستم. بیادرا یلماز گورن هستم. آی خدایا شکر. یلماز گورن هستم. بچه خدایا تو. خدا من ازت راضی باشه. چند روز است که با شکم گشنه سرکم میگشتم. نخواستم پیش روی اولیا بگویم. او موضوع تابلوره. ما با کاکا ابراهیم وعده دادیم. حتی دیروز باید برش می بردم. دینیدم تا حال نامده. میخوایم صبر کنم اما این کارا کده نمیتونیم. پس برای زنگ بزن الیف. اگه اجازه بده یک جایی میریم. چطور؟ پیش اولیا زنگ زده نمیتونم. میشه موبایل بیاری برم؟ نه درست است. چی را میبینی؟ دیدن ممنوع؟ بله ممنوع است. نبین نشنو گپ نزن. مثل دیوانه واره باش. دیوانه خودت دیوانه استی. بگی متوجه او دختر احمق باش. 4 طرف سیل داره. من همراه الیف میرم. تو همینجا باش. درست است فلیس؟ درست است. زنگ بزن برای زود شو. با اجازه تان. الیف دیر کردی. زیاد به تشویشت شدم جانه. هنوز زیاد کار داری؟ چرا پرسیدی؟ قرار بود که به گرفتن تابلو بریم. از او خاطر هر دقیقه تابلو گفته میری. اما ما به کاکا ابراهیم وعده دادیم. کاکا ابراهیم با تو چی گفتی لیف؟ گفت برو زندگی خودت تباه بساز. گفت برو زندگی شوهرت از بین ببر. میره گفت برات. اما صبح قسم نمیگفتی. چرا چیغ میزنی؟ گناه من چی است؟ همی گناهیت است که گپا نمیفهمی. بیبی او تابلو رو فراموش میکنی. خانواده ما مهمتر از همه چیز است. کارهای دیروز تا فراموش نکردیم. بیشتر از این مرا عصبانی نساز.